ترسیدیم به نفس میافتیم، اکسیژن گیری افزایش پیدا میکنه، سوخت و ساز و متابولیسم میره بالا، انرژی بیشتر تولید میشه و تمام انرژی، تمام خون پمپ میشه تو عضله. برای اینکه شما باید بتونین فرار کنین، برای اینکه شما باید بتونین بجنگین، برای اینکه باید بتونین جونتون رو نجات بدین. به همین دلیل تمام مکانیزم هایی که در اون لحظه اضطراری نیستن قطع میشن. هر چی که شما لازم دارین که به جونتون رو بتونین نجات بدین فعال میشه. اون لحظه به چی احتیاج داریم؟ عضلاتمون و مغز، سیستم عصبی. بیشترین خون تو سیستم عصبی و عضلاته. برای اینکه شما باید حواستون جمع باشه و باید بتونین فرار کنین یا باید بتونین حمله کنین. تمام سیستم های دیگه مثل سیستم ایمنی قطع میشن، چون در اون لحظه اصلا در اولویت نیستن. سیستم ایمنی برای این نیست که شما رو نجات بده در مقابل خطر بیرونی. سیستم ایمنی قراره شما رو نجات بده در مقابل خطر درونی مثل ویروس، باکتری، میکروب، انگل. ترسیدین، باید جونتون رو نجات بدین. سیستم ایمنی اصلا در اولویت نیست. هیچ مقدار انرژی و خون و اکسیژن و قند نباید خرج بشه برای سیستم ایمنی. همش باید خرج بشه برای عضله که شما بتونین جونتون رو نجات بدین. سیستم ایمنی قطع میشه. سیستم تولید مثل قطع میشه. خیلی از سیستم های دیگه قطع میشن. سیستم گوارش قطع میشه. جهاز هاضمه قطع میشه. سیستم کنترل ادرار از دست میره. یکی وقتی خیلی ترسیده باشه خودش خیس میکنه. اگه خیلی زیاد ترسیده باشه حتی مدفوع میکنه. کنترل گوارش دیگه در دست ما نیست. گوارش قطعه. بنابراین الان شما میدونین که هرگاه یه خبری به ما میرسه که خیلی ترسناکه، خیلی نگران کننده است، خیلی ناراحت کننده است، شما اگه نتونین ذهنتون رو مدیریت کنین، اگه نتونین ترس ذهنیتون رو مدیریت کنین، سیستم ایمنیتون رو قطع میکنین.